سلام، خیلی مخلصم به فؤاد کلاسیکس. خوش اومدید. امروز قراره تجربه یک ماه تمام تحقیق و خرید کلاه کاسکت خودم رو با شما تو این ویدیو به اشتراک بذارم. میخوام براتون مواردی که توی خرید کلاه کاسکت مهمه توضیح بدم و بهتون بگم با هر بودجه‌ای بهتره چه کلاه کاسکتی رو خرید کنید. البته منظورم برند و مدلش نیست، منظورم اینه که چه چیزهایی رو در نظر بگیرید که بتونید بهترین کلاه کاسکت رو بخرید. برای شروع کافیه که بدونید که چه کلاه کاسکتی میخواید. کلاه کاسکت ها دسته‌بندی های خیلی زیادی ندارن، ولی خب 3 تا دسته‌بندی اصلی دارن: بدون فک، فک ثابت و فک متحرک. البته یه دسته‌بندی جدید هم وارد شده به صورت فک جدا شونده که همون مثل بدون فک، فقط یه قسمت برای زیبایی داره. یه فک جدا شونده، فک جدا بهش میگن، که جدا فک رو نصب میکنید، کلاه رو بعداً روی سرتون میذارید. حالا این مدل ها شامل مدل های مثلا ادونچر، مدل های کراس، مدل های کروز و اینا میشن که خودش زیر مجموعه است. ولی من میخوام در مورد ایمنی 3 دسته‌بندی صحبت کنم که شامل بدون فک، فک متحرک و فک ثابت میشه. ایمن ترین کلاهی که شما میتونید بخرید کلاه فک ثابته. ببینید حتی اگه 2 تا برند رو شما در نظر بگیرید، مثلا بگیم برند LS2 و برند SMK، که حالا SMK یه ذره از LS2 ضعیف تره، شما LS2 فک متحرک رو بگیرین، امنیتش از SMK فک ثابت کمتره. خیالتون راحت باشه، چون موقعی که شما خدایی نکرده تصادف کنید، این قسمت فک یک پارچه نیست، یه قسمت پیمه یا حالا یه حالت لولا مانندی داره و این ممکنه بشکنه و فکتون آسیب ببینه. پس اگه موتور سوار حرفه‌ای هستید یا با موتور مسافرت میرید یا کلا استفاده های فوق العاده از موتور دارید، بهتره که برید سراغ کلاه فک ثابت. و خب مسلما سخت ترین کلاه هم برای استفاده کلاه فک ثابته. اگه بخواید چیزی بخورید باید حتما کلاه رو بردارین. اگه بخواید عینکتون رو حتی مثلا جابجا کنید باید کلاه رو مثلا بدون عینک بپوشید بعد عینک رو بذارید. کلا سخت استفاده ازش نسبت به کلاه‌های دیگه، ولی مزیتش اینه که از همه کلاه‌ها ایمن‌تره و بهتره. بعد این میرسیم به فک متحرک که یه فک متحرک داره، یه دونه حالا شاسی داره، شاسی رو فشار میدین، حالا هر کلاهی توی جای مختلف و فک بالا میره. راحت میتونید موقعی که مثلا میخواید یه چیزی بخورید اونو بالا بدین دیگه، کلاه در نیارین که دست و پا گیر بشه و از نظر حالا تهویه هم یه ذره بهتره، ولی خب ضعفای خودش رو داره. یکی اینکه ایمنیش کمتره، دو اینکه سر و صدای بیشتری توی مسافت‌های طولانی و توی سرعت‌های بالا داره، چون که اون فک دیگه مثلا این یک پارچه و ثابت نیست و ایجاد سر و صدا میکنه، چه به صورت وزش باد چه به صورت سر و صدای خود قطعات. و خب میشه بهش یک کلاه متوسط گفت. ولی خب بازم میگم منی که میخوام با موتور مسافرت برم یا اصلا کلا ایمنی خیلی برام مهمه، میرم سراغ فک ثابت. و اما در رده سوم کلاه بدون فک رو داریم که طبق تحقیقاتی که من کردم و آمارهایی که گرفتن و اتفاقاتی که افتاده و طبقش آمار گرفتن، به هیچ وجه توصیه نمیشه کلاه فک بدون فک یا فک جدا، اونم مثل بدون فک فرقی نمیکنه. اصلا ایمنی نداره، به محض اینکه خدایی نکرده تصادف بکنید فکتون میشکنه. و اگه ایمنی کلاه رو میخواید، که قطعا شما یک کلاه که سرتون میزنید به خاطر ایمنیشه، بعد به خاطر طراحی زیبایی به موتور اومدن یا اینجور چیزاست، اگه ایمنی میخواید به هیچ وجه کلاه بدون فک خرید نکنید، ترجیحاً فک ثابت. اگه نشد و حالا خیلی اصرار داشتین فک متحرک. به جز این 2 مدل سراغ هیچ کلاهی نرین. حالا دیگه نسبت به نوع موتورتون و سبک موتورتون کلاه مورد نظر رو انتخاب کنید. حالا که کلاه مورد نظرتون رو انتخاب کردید، که امیدوارم فک ثابت رو انتخاب کرده باشید به خاطر امنیت خودتون، بهتر بریم سراغ فاکتورهایی که باید کلاه داشته باشه. اول میریم سراغ استانداردها. 2 تا استاندارد خیلی مهم توی جهان هست که موتورسوارهای جهانی و اونایی که واقعا دنبال یک کلاه کاسکت با کیفیت و ایمن هستن این 2 تا رو همیشه در نظر میگیرن. یکیش استاندارد DOT آمریکا هستش که استاندارد متوسطیه، یکیش استاندارد ECE اروپا هستش که الان ورژن 06ش توی بازار جدیدترینه. حالا تا جایی که من تحقیق کردم
و بهتر کلاهتون حتما استاندارد اروپا رو داشته باشه. اگه استاندارد اروپا رو حالا تو حد بودجهتون نتونستین بگیرید، کلاهی بگیرید که حتما استاندارد آمریکا رو داشته باشه. و اما اگه هیچ کدوم از اینا رو نداشت، اون کلاه دیگه ارزش خرید نداره. یه سری استانداردها داریم مثل ISI که مال هنده و یکی دو تا دیگه استاندارد که یکیش برای آمریکا و حالا یه سری کشورهای دیگه، ولی اصلی ترین و مهمترینشون همون ECE اروپا که 06ش بهترینشه و DOT آمریکا که حالا ورژناش رو من نمیدونم، ورژن نداشت یا من ندیدم. این دوتا استاندارد رو حتما داشته باشید. نکته دومی که در مورد کلاه کاسکت باید در نظر بگیرید تهویه هوای مناسب کلاهه که کافیه شما برید سراغ یه برند پدر مادردار که خودشون کلا روی تهویه و اینجور موضوعات مهندسی کردن و کاملا اینها رو برطرف کردن که این کلاه توی طولانی مدت تهویه خوبی داشته باشه، بتونید توی گرما و سرما به خوبی استفاده کنید. و اما اگه برید سراغ برندهایی که ناشناخته هستن یا تقلبی هستن، متاسفانه از نظر تهویه، از نظر سر و صدای کلاه و از نظر راحتی کلاه روی سرتون دچار مشکل میشید. بعد این موضوع بهتره برسید به قسمت سایز کلاه. انواع نوع اندازه‌گیری سر، انواع که نه، یک نوع اندازه‌گیری سر ما برای کلاه کاسکت داریم که میتونید سرتون رو با اون اندازه بگیرید و از طریق اینترنت کلاه رو خریداری کنید نسبت به سایز سرتون. من هر دو تا کلاه رو اینترنتی خریدم بدون اینکه تست کنم. خدا رو شکر هر دو تا کلاه به اندازه سرمون هست، دو نفر، و کاملا دقیق و درست و حسابی سایز رو زدیم. خیلی راحته. با سانتی متر قسمت پیشانی رو با یه مقدار شیب به این صورت میگیرید تا اینجا و اون میزان سانتی متری که بهتون میده میتونه دقیقاً سایز سرتون رو داشته باشید، میتونید داشته باشید و کلاه رو انتخاب کنید. پس یکی دیگه از فاکتورها سایز سره که حتما اندازه سرتون باشه. کلاهی که روی سرتون درست وای نسه، بزرگ باشه، کوچیک که باشه که حالا رو سرتون نمیره، ولی اگه بزرگ باشه و اینجوری لق بزنه توی تصادف خطرناک ترین چیزیه که میتونه بهتون آسیب بزنه. یعنی با یه انتخاب سایز اشتباه شما میتونید یک کلاه ایمنی رو تبدیل به یه چیزی کنید که خودش دلیل حالا آسیب دیدن توی تصادف میتونه باشه. پس سایز رو حتما در نظر بگیرید. یه نکته دیگه در مورد سایز کلاه بخوام بهتون بگم اینه که موقعی که کلاه رو سرتون میذارید اوایل باید کلاه کاملا لپاتون رو حتی فشار بده، به این صورتی که من روی سرم گذاشتم. حالا اینو گذاشتم دارم صحبتم میکنم که بدونید این کلاه داره یه مقدار لپ منو فشار میده و این استانداردترین حالت یه کلاه. حالا صحبتم میکنید سینوشینتونم احتمال داره بزنه و نباید حتی یک ذره از این حالت بزرگتر باشه. حالا خود کلاه هم بعد یه مدت یه ذره جا باز میکنه و خب این باعث میشه که یه ذره بازتر بشه، ولی خب شما موقعی که میگیرید باید اینجوری باشه. یه فاکتور دیگه توی کلاه کاسکت وزن کلاه کاسکت. وزن کلاه کاسکت باید یه جوری باشه که شما توی رایدهای طولانی مدت مثلا میخواید 200-300 کیلومتر راید کنید یا اصلا توی شهر میخواید 1-2 ساعت راید داشته باشید، این کلاه گردنتون رو خدای نکرده اذیت نکنه و تو طولانی مدت دچار آرتروز گردن نشید. و کلاهایی که از برندهای خوب هستن، حالا از LS2 گرفته به بالا تا AGV و اینا، کلن وزنشون رعایت شده و تقسیم وزنشون هم رعایت شده. ولی کلاهایی که متفرقه هستن کلن یه چیزی، یعنی یه وزنی، هر وزنی در اومده اونو زدن و تقسیم وزن هم ندارن و اینم توی مهندسی کلاه ها خیلی موثره. باید اینا رو دیگه نگاه کنید. شما وزن رو میتونید موقع خرید ببینید، ولی موقعی که دارید برند خرید میکنید اینا همه چی اوکی و فکر شده هستش از قبل. یکی دو تا نکته ریز هم بگم و بریم سراغ یه نکته خیلی مهم. یکی دو تا نکته ریز اینه که موقعی که کلاه شیشه شفاف میگیرین مشکلی نداره، ولی موقعی که کلاه شیشه دودی میگیرین حتما حواستون باشه. یه سری از شیشه ها فقط ساخته شدن که توی روز باشون راید کنید و توی روز ازشون استفاده کنید. یه سری دیگه از شیشه های دودی برای شب هم استانداردن و توصیه شدن. الان این کلاهی که من گرفتم فقط توی روز با این تلق میشه ازش استفاده کرد، ولی خب اینی که شفافه میشه تو روز و تو شب استفاده کرد. یه مورد دیگه ای که کلاه داره و کلاههای مهندسی شده این مورد رو رعایت کردن اینه که کلاه توی وزش باد اذیتتون نکنه.
و اینم بازم توی برندهای مثل LS2 AGV و اینا کاملا مهندسی شده و کاملا بهش فکر شده که متاسفانه توی کلاه‌های معمولی این کار انجام نشده. و اما یه نکته خیلی مهم، شما وقتی میخواید تو بازار ایران کلاه خرید کنی، یا میری توی اینستا یا میری توی گوگل، یا اگه تو شهرهای بزرگ مثل تهران و اصفهان و مشهد و اینا باشید، میرید از فروشگاهایی که کلاه دارن خرید کنید. موقعی که توی اینترنت دارید کلاه ها رو میبینید، ممکنه از دور کیفیت کلاه رو تشخیص ندید. باید خیلی دقت داشته باشید. یه سری از فروشگاه ها مدل هایی دارن که مثلا طرح برند اصلیه. مثلا شما اگه نگاه کنید کلاه های AGV توی فروشگاه های جهانی اورجینال هاش با پول خودمون زیر 38-9 تومن نمیشن، ولی توی ایران ما کلاه AGV از 4,200,000 تومن داریم که یه سری از سایت ها متاسفانه ننوشتن که این کلاه طرح AGVه و زده کلاه AGV مثلا 4,500 مثلا فلان مدل، یا مثلا 8,700 یا حالا تا 12-13 تومن، حتی تا 20 تومن هم تقلبیه، چون میگم ارزون ترینش 37 تومنه 39 تومنه این حدوداست. پس موقع خرید که شما از نزدیک کلاه رو نمیبینید و کیفیتش رو نمیتونید ببینید، حتما توجه کنید که اون برندی که دارید میخرید واقعا اورجیناله یا نه. مثلا اگه میخواید کلاه LS2 رپید که این مدل میشه بخرید، برید توی سایت خود LS2 و سرچش کنید مدل رو، ببینید تطابق داره، اون رنگ رو موجود داره، اصلا همه فاکتورهاشو نگاه کنید ببینید دقیقاً این مدل هست تو سایتشون یا نیست. اگه بود که احتمال خیلی زیاد اورجینال، البته قیمتش رو هم در نظر بگیرید و مقایسه کنید. اگه نبود که تکلیفش مشخصه. تو خیلی از برندها چه LS2 چه AGV چه حالا یکی دو برند دیگه، من تقلبیاشو زیاد دیدم تو ایران متاسفانه، فیکش به اصطلاح، و باید خیلی حواستون باشه چون این وسیله برای ایمنی. من روی هیچ وسیله‌ای وسواس نداشتم واقعا هیچ وقت، ولی وسیله ایمنی خیلی مهمه و باید قبلش حتما هم تحقیق کنید، هم با وسواس خرید کنید. و خب بودجه‌ای هم که داریم هممون قطعا محدود، هیچ کس که نه، ولی خب تعداد کمی هستن که اصلا قیمت کلاهی که میخرن براشون مهم نیست. من 2 تا کلاه رو دونه 11 تومن گرفتم، این 2 تا رو یه مدلن، یه ذره تفاوت‌های ریز دارن ولی یه مدلن. پایه مدل همون LS2 رپید هستش، یکیش این طرح، یکیش هم حالا اون طرح. خیلی راحتم روی سر، وزن مناسبی دارن، تقسیم وزن مناسبی هم دارن، تهویه مناسبی هم دارن، تهویه فعاله که میتونه باز و بسته بشه، تلق‌های با کیفیتی دارن و چون فک ثابت هستن ایمنی خوبی میدن و با این قیمتی که من گرفتم هیچ کلاه برندی نمیشد گرفت واقعا. و خب شانس آوردم از فروشگاه موتوشاپ خریدم، من تبلیغ نیست واقعا، حالا چون خرید کردم سریع فرستادن، پاسخگوییشون هم خوب بود، یه اسمی هم ازشون بردم و از این کلاهی که گرفتم راضیم نسبت به بودجه‌ای که هزینه کردم. یه مورد دیگه هم در مورد هزینه‌ای که میخواید بکنید من بگم. ببینید دیگه من خودم میخواستم دونه 6 تومن هزینه کنم واسه کلاه، ولی بعد تحقیق و بررسی و اینایی که انجام دادم متوجه شدم واقعا نمیشه خرید تو دونه 6-7 تومن مثلا کلاه که من 2 تا بگیرم. باید حداقل 11-12 دیگه بتونید هزینه کنید. اگه بتونید تو رنج 16 تومن، الان تاریخ رو هم بگم، الان 18-19 اردیبهشت 1404، اگه بتونید تا 16 میلیون تومن هزینه کنید، رنج وسیعی از کلاه ها رو میتونید توی حالا انتخابتون داشته باشید و یه دونه رو انتخاب کنید. در آخر برید سراغ سبک موتورسیکلتتون و طرح کلاه. یعنی آخرین چیزی که توی کلاه مهمه اینه که شما اول به سبک موتورتون بخوره، بعد اینکه طرحش هم حالا مورد پسندتون باشه. چرا؟ چون شما کلاه رو برای ایمنی سرتون میذارید، این یک کت و شلوار نیست، این یک کلاهه و این قرار ازتون محافظت کنه. حالا اگه یه طرحی هم داشته باشه چه بهتر، به موتورتون بخوره بازم چه بهتر. من این 2 تا کلاه رو حالا طرحشون رو دوست دارم واقعا، ولی خب میشد کلاه‌های ارزونتری گرفت با طرح‌های خیلی قشنگتر واقعا، مخصوصا کلاهایی که فک جدا هستن. برید توی اینترنت ببینید خیلی قشنگن.
ولی خب چون ایمنی نداشتن من این دوتا کلاه رو انتخاب کردم. حالا یه مقداری هم نسبت به سلیقه خودم طرحاشو گرفتم، ولی باز در کل اگه حساب کنیم مجبور بودم این دوتا طرح رو بگیرم، چون ایمن ترین کلاهی که با بودجه خودم میتونستم بگیرم این دوتا کلاه بود. پس یه جنبندی اگه من بخوام براتون بکنم اینه که شما موقع خرید کلاه ترجیحاً کلاه فک ثابت بگیرید، اگه نشد فک متحرک بگیرید، اگه این دوتا نشد دیگه کلاه نگیرید بهتره. بعدش به وزن کلاه و استانداردهای کلاه حتما توجه کنید. حتما استاندارد اروپا رو داشته باشه. وزنش از 1 کیلو و 650 گرم بیشتر نباشه، چون واقعا آزاردهنده است، مگه اینکه گردن خیلی قوی داشته باشین. سوماً به تهویه کلاه توجه کنید که تو رایدهای طولانی مدت اذیت نشید و حالا کلاهی که روی سرتونه تو گرما اذیتتون نکنه، تو سرما اذیتتون نکنه. و حالا گزینه 4 و 5 هم میرسه به نوع طلق، نوعی که میخواین استفاده کنید، تو روز تو شب چجوری میخواین استفاده کنید، اینا رو همه رو در نظر بگیرید. برای ردبندی برندها هم برندهای زیادی توی ایرانه که برندهایی که واقعی هستن تو ایران: LS2، استیلبرد، SMK، ردلاین و یه برند دیگه هست اسمش شبیه ردلاین، اسمش یادم رفت، راپیدو. این برندها همگی اوکن. بخوام دسته بندی کنم اول میشه راپیدو، بعد میشه ردلاین و SMK و استیلبرد، بعد میشه LS2. ولی یه برند بالاتر، یه برند که نه چند تا برند بالاتر داریم که خیلی گرونترن، مثل AGV و یکی دو برند دیگه که حالا حضور ذهن ندارم، ولی خب توی بودجه مردم معمول همین LS2 بهترین حالت خریده. و فکر میکنم اگه ندارید LS2 خرید کنید، مثلا بودجهتون نمیرسه به مدل های LS2، استیلبرد خرید کنید یا SMK خرید کنید. ردلاین و راپیدو هم برندهای خوبی هستند. من کلاه کاسکت‌های مختلفشون رو دیدم، کیفیت نسبتا مناسبی دارن. حالا من هر طور تونستم بودجه رو کش آوردم و LS2 گرفتم. امیدوارم کلاه خوبی بتونید بگیرید. این چیزایی که توی این ویدیو گفتم کلا نتیجه تحقیقاتی بود که توی ما از هوش مصنوعی، دوستان موتور سوار حرفه‌ای که دارم و اینترنت و حالا گوگل پیدا کردم. و حالا اگه چیزی هم داره که من نگفتم جا انداختم شما اضافه کنید. امیدوارم که حتما حتی اگه تا سر کوچه میرید از کلاه کاسکت استفاده کنید که خیلی مهمه برای موتور سوار. و اینکه لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. خیلی مخلصیم.